حضرت علی رضی الله عنه به نزد گورستان ایستاد و فرمود: ای اهل قبرها، خانه هایتان از آن دیگران شده و اموالتان بین وارثان تقسیم شده است و همسرانتان با مردان دیگر ازدواج کردند. پس از حال خودتان به ما خبر دهید ای اهل قبرها. برادران و خواهران عزیز، قبرها که سخن نمی گویند. حضرت علی رضی الله عنه رو به همراهانش آورد و فرمود: قسم به الله که اگر این صاحبان قبرها سخن می گفتند، البته می گفتند و تزودوا فان خیر الزاد التقوی، یعنی برای خود توشه آماده کنید که بهترین توشه پرهیزگاری است. پس ای کسی که خبر مرگ دیگران را میشنوی و یا در جنازهش حاضر میشوی، چرا از آن عبرت نمیگیری؟ چرا برای این سفر دور و دراز آخرت توشه خود را از عملهای نیک و صالح آماده نمی کنی؟ از مرگ می ترسید ولی برای آن تیاری نمی بینید. از مرگ نترسید بلکه از آن بترسید که مبادا مرگ به سراغ شما بیاید در حالی که تا حال از گناهانی که انجام می دهید توبه نکرده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.